أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید که باب النهی عن سؤال الامارة و اختیار ترک الولایات اذا لم يتعين عليه او تدعو حاجة الیه. یعنی که باب در مسئله منع بودن، نهی کردن، یعنی منع بودن و ناجایز بودن عن سؤال الاماره، یعنی که از درخواست کردن راهبری و رئیسی و وظیفه، که یک انسان وظیفه را طلب کند. یعنی که باب در مسئله ممکن نبودن طلب کردن وظیفه و اختیار ترک الولایاتی، یعنی که بهتر بودن، دور بودن، یعنی ترک کردن مسئولیت و راهبری. بهتر همین است که انسان از راهبری و از مسئولیت دور بیستد. اذا لم یتعین علیه، که هنگامی که تعیین کردن نشود اون انسان، یعنی که وقتی انسان اگر خچه تعیین نکنن باید از طلب وظیفه و از وظیفه دور ایستادنش خوب است، از مسئولیتی دور ایستادنش خوب است. اگر که تعیینش نکند پادشاه، اگر تعیینش نکند راهبران بزرگ دیگر، بهتر و خوبتر است که این انسان از وظیفه چی باشد؟ کناره‌جویی بکند. او تدعو حاجة الیه، یا که اگر احتیاج به اون انسان نباشد، مثلا احتیاج اگر به اون انسان هم نباشد، این انسان بهتر و خوبتر است که وظیفه را ترک کند. یعنی که اگر که شایسته کار کردن نباشد، لایق کار کردن نباشد و هنر کار کردن نداشته باشد، بهتر است که اون وظیفه را به گردن نگیرد. این براش بهتر و خوبتر و افضلتر است. خب اکنون در همین مسئله امام نووی رحمه الله برای ما و شما چند از دلایل تقدیم میکند. میگوید که اولا آیت رو میاره، میگوید قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفت که تلك الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا وفي الارض ولا فسادا. علوا في الارض ولا فسادا، یعنی تلك الدار الاخره، یعنی که آن دار آخرت است، یعنی دار قیامت. نجعلها للذین، الله میگه میگردونیم دار قیامت رو برای کسانی که لا یریدون علوا، یعنی علو و برتری نمیخواهند، فی الارض در بالای زمین، ولا فسادا، همچنین فساد رو در بالای زمین نمیخواهند، والعاقبة للمتقین، عاقبت برای پرهیزگاران هست. این دلیل اینجا آیات دلیل میگیرن که بگیم حجت همین جاست که لا یریدون علوا، برتری نمیخواهند، یعنی خودشان طلبگاری وظیفه نیستند، خودشان طلبگاری راهبریت نیست، طلبگاری مسئولیت نیست، خود اون طلب نمی کند. اما از جانب بزرگان دیگر اگر تعیین کرده شود باید قبول بکند، اگر که شایسته باشد به اونجا. خب والعاقبت للمتقین، عاقبت برای انسان‌های پرهیزگار است، یعنی قیامت سرانجام، سربلندی و سرفرازی از برای کی است؟ از برای متقیان است، انسان‌های پرهیزگار است. خب این یک آیت در این باره امام نووی برامون تقدیم کرد. اکنون میگذره در قسم حدیثا. میگه حدیث 673 و عن ابی سعید عبد الرحمن ابن سمره رضی الله عنه قال، از ابو سعید عبدالرحمن ابن سموره رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم من رو گفت که یا عبدالرحمن ابن سموره، یعنی ای عبدالرحمن پسر سموره، لا تسأل الامارة، یعنی وظیفه و مسئولیت را درخواست نکن، لا تسأل، طلب نکن تو خودو، درخواست نکن، الامارة، یعنی که وظیفه و بگیم امیری و راهبری را. فإنك إن أعطيتها عن غیر مسئلة أعنت عليها، فإنك، پس علت چه بیان میکنه چرا انسان وظیفه خواه نباشد، وظیفه طلب نباشد. میگه فإنك، پس هر آینه تو، این اعطیتها عن غیر مسئلتین، اگر داده شود برای تو همین وظیفه بدون مسئلت، بدون درخواست، بدون اونه که خود طلب کنی همین وظیفه را برای تو بدهن، اعنت علیها،
یاری کرده میشوی از جانب الله تبارک و تعالی در این وظیفه. یعنی الله سبحانه و تعالی تو را یاری میکند، یاردمت میکند در این وظیفه، پس وظیفه را با سری بلند میتونه اجرا بکنی. و این اعطیتها عن مسئلتین، اگر داده شود همون وظیفه و مسئولیتی برای تو عن مسئلتین، یعنی که از درخواست خودت طلب کنی، خودت خواهش بکنی، خودت و طلبی وظیفه بکنی، وکیلت الیها، یعنی سپاریده میشوی تو با همون وظیفه، یعنی تو تنها میمونی در وظیفه، یعنی دیگر الله سبحانه و تعالی تو را یاردم کمک نمی کند. و اذا حلفت علی یمین، مسئله را دیگر میکند. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که و اذا حلفت علی یمین، و هنگامی که قسم خوردی، و اذا حلفت، هرگاه قسم خوردی، علی یمین یک چیزه، برای قسم، یک کار قسم خوردی که من همون کار نمی کنم، فرأیت غیرها خیرا منها، پس دیدی غیرش رو بهتر از همین، فأت الذی هو خیر، پس کدامش که بهتر است همون را انجام بده. قسم هم خوردگی باشی، اگر بهتر باشد همون را انجام بده. و کفر عن یمینک، و کفاره بده از قسم خوردگیت. یعنی کار قسم خوردی که من همین کار نمی کنم، وقت کمتر بعد معلوم شد که این کار در خیر بده است، پس تو برگرد همون کار را بکنو، لیکن چیکار کن؟ کفاره یمین تا کفارش بده، کفاره قسم تا بده و اون کاری که قسم خورده بودی انجامش بده. کفارش یعنی 3 روز روزه گرفتن، 10 مسکینه تمام دادن، خلاصه کفارش بده، برگرد اون کار انجام بده. حدیث متفق علیه است. حدیث متفق علیه. خب بعد از این حدیث 674، و عن ابی ذر رضی الله عنه قال، یعنی از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم من رو گفت که یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، گفت ای ابو ذر من تو را بسیار ضعیف میبینم، من تو را میبینم که خیلی ضعیف هستی. و این احب لك ما احب لنفسی، پیغمبر گفت ای ابو ذر این احب لك، من دوست می‌دارم برای تو، ما احب لنفسی، آن چیزی را که برای خودم دوست می‌دارم. چیزی برای خودم دوست می‌دارم، ای ابوذر گفت من برای تو هم اون چیز را دوست می‌دارم. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا تأمرن على اثنين، یعنی که امیر نشو، قبول نکن راهبری بالای 2 نفر را، حالا یک جمعیت خصوص بیستد علی اثنین، یعنی 2 کس بالاش ده اگر راهبری را وظیفه دارد کنند قبول نکن. ولا تولین مال یتیم، و مسئولیتی مال یتیم را قبول نکن. تولین یعنی که صاحب نشو، یعنی امانتی همچون امانت قبول نکن مال یتیم را، فهمو؟ یعنی که مال یتیم خیلی مال پر مسئولیتی هست، مال هر کسی باشد مال امانت پر مسئولیتی است، اما مخصوص از یتیم دیگر مسئولیتش خیلی کلان هست. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که مسئولیتی مال یتیم را همچنین به عهده نگیر. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. بعد از این حدیث 675، و عنه قال، یعنی از ابوذر رضی الله عنه روایت است که گفت قلت یا رسول الله الا تستعملونی، میگه پرسان کردم گفتم که ای رسول الله الا تستعملونی، یعنی آیا یگان وظیفه ده مرا وظیفه دار نمی کنی، یعنی مرا به کار نمیگیری؟ فضرب بیده علی منکبی ثم قال، پس میگه رسول الله زد با دستانش بر شانم، بر کتف من، میگه رسول الله زد و بعد گفت که یا ابا ذر انک ضعیف، گفت ای ابو ذر تو ضعیف هستی، تو ضعیف هستی. و اینها امانه، گفت هر آینه این وظیفه را قرار دادن، یعنی این وظیفه امانت است. و اینها یوم القیامت خزی و ندامه، و هر آینه این مسئولیتی در روز قیامت سبب خزی و ندامت است، یعنی سبب رسوایی صاحبش میگردد اگر که حقش ادا کرده نتواند، و ندامه صاحبش پشیمان میشود اگر خوب اجرا کرده نتواند. الا من اخذها بحقها، مگر یعنی خزی و رسوایی و پشیمانی نیست، من اخذها بحقها، هر کسی که قبول بکند مسئولیتی را به حق خودش ادا بکند، حقش وقتی بالا یک
چیز مسئولیت که موندن حق او را ادا کرده بتوانی و اد الذی علیه فیها و ادا بکنن همون وظیفه هایی که بالای اون هست، همون حقایی که بالای اون مسئولیتی است اون را اجرا کرده بتواند. این طور که باشد اگر نه، اون خزی و ندامت نیست، این فضیلت است، این خدمت است. اگر که از عهده وظیفه برآمده بتوانی، اما اگر از عهدهش برآمده نتوانی، خواری و ذلیلی و پشیمانی و ندامت است در روز قیامت. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که است. بعد از این حدیث 676 و عن ابی هریره رضی الله عنه، این از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انکم ستحرسون علی الامارتی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه شما ستحرسون، یعنی حرص میجوین، حرص میورزین علی الامارتی، برای به دست آوردن مسئولیتی و برای به دست آوردن راهبریت. یعنی شما حتما حریص هستید، جستجو میکنید، کافتکار میکنید تا اینکه شما به دست بیارید یک مسئولیت را، یعنی راهبر شوید. و ستکون ندامت یوم القیامت، یعنی این وظیفه گیری شما، این حرص و سعی و کوششتان برای به دست آوردن مسئولیت، به دست آوردن راهبریت، تکونو میگه ندامتن، این پشیمانی میباشد یوم القیامتی. اما این پشیمانی در کجا است؟ در روز قیامت است. در روز قیامت از این کاری کردگیتون پشیمان میشوید و دیگر فایده به دست آوردن نمیتوانید. خب این بود بابی طلب کردن وظیفه. و باب بعدش باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهما من قرناء السوء والقبول منهم. اکنون میگه باب بعدینه که باب حث سلطان و قاضی و غیرهما، یعنی تشویق کردن، راهنمایی کردن سلطان، یعنی امیر و پادشاه و قاضی، قاضی هایی که بگیم بالای وظیفه، هر راهبری که هست، خلاصه هر صاحب وظیفه، هر صاحب مسئول، من ولات الاموری، یعنی از ولی الامرها، از راهبران، علی اتخاذ وزیر صالح، یعنی اونها را تشویق بکنیم، وزیرها را و راهبرها را برای چی؟ علی اتخاذ وزیر صالح، برای گرفتن وزیرهای صالح. وزیر یعنی که مشاوران و راهنماییگرانی که صالح هستند برای سلطان، یعنی سلطان راهنمایی کنیم که انسانهای نمونه را برای خودشان وزیر بگیرن، برای خودشان مشاور بگیرن، برای خودشان راهنما بگیرن. و تحذیرهما من قرناء السوء، یعنی که باید بر حذر بدهیم یا هشدار بدهیم، باید خبردار بکنیم سلطان و قاضی و راهبرها را من قرناء السوء، از همنشینان بد. یکون انسان بدی که هست دیدیم که با راهبر رفت آمد دارد، باید راهبر خبر کنیم که انسان بد است، باید حذرش بتیم، هشدارش بتیم. و القبول منهم، و قبول کردن انسانهای بد، یعنی که همچنین بر حذر داریم که پادشاه ها و بگیم رئیسا و راهبرا و مسئولان را که قبول نکنن انسانهای بد را، انسانهای بدخواه را در بر خودشان قبول نکنند. یعنی که این وظیفه ما هست که ما این کار را انجام بدیم. اما این کار انجام دادنش به شبکه اینترنتی و به ایدور ایستاده نمی شود. یا نامه روانش میکنیم، اگر که نامه ما به دستش برسد، یا روپرو شدیم براش این راهنمایی رو انجام میتیم. این طریق رساندن مسئولیتی هست. خب اکنون در زیر این امام نووی اول یه آیت میارد، میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یعنی که دوستها، خلیل، اخلاء جمع خلیل است، یعنی خلیلها، دوستها، یومئذ بعضهم لبعض عدو، در آن هنگام، یومئذ در آن هنگام یعنی در روز قیامت، دوستها در روز قیامت بعضهم لبعض عدو است، یعنی بعضشان با بعض دیگرشان دشمن میگردند. اخلا دوستی عادی و دوستی پرستای نی،
اخیلا دوست بسیار نزدیک. حتی ببین که الله تبارک و تعالی همه مؤمن ها را دوست می‌دارد، همه پیغمبران را دوست می‌دارد، اما از بین اینها دو تاش را خلیل گرفتگی است، یعنی دوست بسیار نزدیک. یکی حضرت ابراهیم علیه السلام که خلیل الله هست، دیگرش کی است؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دو خلیل الله هست. اما باقی مانده همه مؤمنان دوست الله هستند، همه مؤمنان را الله دوست می‌دارد. اما دو وقت خلیل که میگه دوستی بسیار نزدیک. الله سبحانه و تعالی میگه الاخلا، انا همون دوستایی که با یکدیگر خیلی نزدیک هستند، یومئذین در آن هنگام، در روز قیامت، بعضهم لبعض عدو میشوند، بعضش با بعض دیگرش دشمن میشوند. الا المتقین، مگر انسانهای پرهیزگار. اما مگر کسانی که اهل تقوا باشند در این دنیا، با اهل تقوا بگیم برای تقوا با یکدیگر دوستی کنند، برای تقوا با یکدیگر معامله و رفت آمد کنند، بر دوام بگردانند دوستیشونه، اینها نه، اینها دشمن نمیگردند در روز قیامت، بلکه اینها سبعة یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل گفته. حدیث را خوانده بودیم، 7 طایفه مردمی هست که سبب سربلندی می شده. و حدیث دیگری که فقط به خاطر الله اگر دوستی بکند در روز قیامت میتوند که شفاعتش بکند. این حدیث به خاطر الله اگر دوستی باشد حدیث زیاد داریم. پس اون دوستیایی که با تقوا باشند، به خاطر الله باشند، اونها با یکدیگر دشمن نمیگردند. خب این یه آیت. بعد از این حدیث میارد امام نووی رحمه الله زیر این تشویق کردن پادشاه و مسئول ها برای گرفتن وزیران مشاوران صالح و خوب، برای این ده حدیث میارد. یکم حدیث 677 عن ابی سعید و ابی هریره رضی الله عنهما، یعنی این حدیث از ابو سعید و همچنین از ابو هریره رضی الله عنهما روایت است، از هر دوشون روایت است. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر اون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما بعث الله من نبی، یعنی نفرستاده است الله سبحانه و تعالی پیغمبری را، ولا استخلف من خلیفة، و الله سبحانه و تعالی به خلیفت نرسانده است یگان خلیفه را، الا کانت له بطانتان، مگر اینکه بود برای انا همون پیغمبر یا برای انا همون خلیفه بطانتان، دو مشاور، دو همنشین، دو دوست نزدیک. بطانتون تأمره بالمعروف و تحضه علیه، همنشینی مشاوری یکمش بطانتون اینه که همنشینی اولش یا که مشاوری اولش تأمره بالمعروفی، اون انسان را امر میکند به کارهای نیک، به کارهای خوب امرش میکند. و تحضه علیه، اون خلیفه را یا اون پیغمبر را تشویق میکناند برای کاری خیر، راهنماییش میکند، تشویقش میکند، دستگیریش میکند، کمکش میکند تا اینکه این خلیفهش یا که این پیغمبرش راه حق را برای مردم برساند یا در راه رساندن حق خدمت میکند. این بطانه اول است، یعنی مشاوری اول است، همنشین اول است. و بطانتون، و بطانه دوم کی است؟ یعنی همنشین و مشاوری دوم تأمره بالشر، امر میکند اون پیغمبر را یا اون خلیفه را به بدی، امرش میکند که بدی بکند. و تحضه علیه، و تشویقش میکند برای بدی کردن، برای بدی کردن اون خلیفه را اون پیغمبر را حتی تشویقش میکند. والمعصوم من عصم الله، معصوم کسی هسته که الله حفظش کردگی باشد از گناهان، یعنی حفظ شده. والمعصوم کسی که معصوم است، حفظ شدگی است از گناه. و من عصم الله کسی را که الله سبحانه و تعالی حفظش کند از گناه کردن، یعنی کسی را که الله سبحانه و تعالی حفظش کی کرد، کدام خلیفه را، کدام راهبر را، کدام رئیس و کدام مسئول را، پس الله سبحانه و تعالی ان همون بطانه همنشین خیره براش میسر میکند که میتواند این انسان یک انسانی تاریخ ساز شود، یک انسانی نامدار گردد، بعدش هر کسی نامش بشنود دعای نیکش کند. اما کسی را الله سبحانه و تعالی حفظ نکرد، پس اون را همون بطانه همنشین بدش غالب می آید یا همنشین بد میاد، این انسان بیچاره گمراه را یک انسان میکند که هر کسی که نامش بشنود لعنتش میگوید. خب بعد از این حدیث 678
و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اذا اراد الله بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق. میگه که هرگاهی که بخواهد الله سبحانه و تعالی بالامیری، برای اون امیر، برای راهبر و مسئول و اون صاحب وظیفه، خیرا، سعادتمندی دنیا و آخرت را، نیکویی دنیا و آخرت را اگر الله برای هر راهبر و مسئول و پیشوایی که خواست، جعل له وزیر صدق، قرار میدهد برای اون راهبر وزیر صدق، یعنی که مشاوری درستکار و مشاوری راستگو، مشاوری لایق کار. این نسی ذکره، اگر که اون امیر، اون راهبر و مسئول فراموش بکند، اگر فراموش بکند، ذکره یعنی اون را یادرس میکند، اون را تنبیه میدهد، اون را آگاهی میدهد. و این ذکر اعانه، و اگر کار خیر به یاد داشته باشد اون امیر، اون پادشاه، اون مسئول، اعانه، این وزیرش، اون راهبرش یاردم و کمک میکند در راه خیر. و اذا اراد به غیر ذلك، و هرگاهی که میگه اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد برای امیر غیر ذلك، غیر آن را، یعنی سعادتمندیش نخواهد، خیر برای اون نخواهد، جعل له وزیر سوء، الله سبحانه و تعالی وزیران، مشاوران و همنشینانی ناشایسته و بد رو الله براش قرار میتید که همه همنشیناش انسانهای پس صفت، انسانهای پس فطرت، انسانهای ناکام، انسانهای به مسئولیت میشوند که سببی خواری و ذلیلی این مسئول و راهبر و این راهنما میگردد که هم در دنیا رسوا میشود و هم در روز قیامت. این نسیه لم یذکره، یعنی که وزیران همنشینان بد چکار میکند؟ این نسیه اگر فراموش کنند راهبرشان، مسئولشان، راه نیک و درست لم یذکره، او را یادرس نمی کند، تنبیهش نمیتیند، راه درست براش نشان نمیتیند، سکوت میکنن. هرچی که میگه راهبر، رئیس، بزرگ، تو هرچی که تو گفتی حق، هرچی تو گفتی حق، پس معلوم میشود که وزیرش وزیر سو است. و این ذکر لم یعنه، اگر که رفت و که اون راهبر و مسئول یاد داشته باشد راه نیک را، راه نیک میداند، لم یعنه، این وزیران بدش یاردمش نمی کنند در راه نیک، دیگه او را یاردم نمی کنند که اون راهبرشون به مقصد بتواند برسد. پس این دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی برای اون مسئول، برای اون راهبر خیر را نخواسته بوده است که وزیرانی ناشایسته و نالایق الله براش نصیب کرده است. رواه ابو داود باسناد جید علی شرط مسلمین، یعنی که ابو داود به اسناد صحیح، جید یعنی همون صحیح، به اسناد صحیح با شرط مسلم این حدیث را روایت کرده است. حدیث ابو داود است، اما با شرط شروط این حدیث با موافق امام مسلم موافقت میکند. خب، و بعد از این آخرین باب از این باب هایی که ذکر کردیم، باب النهی عن تولیت الامارة والقضاء و غیرهما من الولایات لمن سألها او حرص عليها فعرض بها، یعنی که باب نو در مسئله تولیت الاماراتی، یعنی که سپاریدنی راهبریت، باب در مسئله سپاریدنی راهبریت و القضائی و غیرهما، یعنی که قضاوت و حاکم بودن و غیر اینها، من الولایاتی، یعنی از دیگر مسئولیتی هایی که هست، از دیگر وظیفه هایی که هست، لمن سألها، برای کسی که خواسته باشد، کسی که وظیفه را خودش بخواهد، او حرص علیها، یا اون انسان حریص باشد برای دریافت کردن اون وظیفه، فعرض بها، پس پیشکش شود به اون وظیفه، یعنی اون انسان خودش در جستجو باشد، خودش طلب بکند، خودش اون انسان پیدا بکند، چی می شود؟ در همین باره
امام نووی یک حدیث میارد و با همین این باب رو به پایان میرسوند. میگه حدیث 679 عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي. ابو موسی اشعری میگه در آمدم من نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، من میگه و دو مرد از پسر عمکانم، و رجلان من بنی عمی، دو پسر عمکم قتیم بود. میگه فقال احدهما، پس میگه گفت یکی از همون پسر عمکانم رسول الله را گفت که یا رسول الله یا رسول الله امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، گفت که ای رسول الله مسئول بگردان، امرنا یعنی که امیرنا یعنی که امیر بگردان ما را، وظیفه دار بگردان، راهبر بگردان یا مسئول بگردان ما را، علی بعض ما ولاک الله عز وجل، بر بعض آن چیزهایی که سرپرست گردوندگی است الله سبحانه و تعالی تو رو بر همون چیزها، یعنی در زیر دستت بسیار وظیفه ها هست. گفت ای رسول الله یکی از همون وظیفه ها را برای ما هم بده. و قال الاخر مثل ذلك، و دویمش میگه همین گپ گفت، یعنی از پسر عمکان ابو موسی اشعری دویمش میگه رسول الله را همین گپ رو گفت. فقال، پس میگه رسول الله گفت که ان والله لا نولي هذا العمل احدا سأله او احدا حرص علیه. پیغمبر میگه گفت که این هر آینه ما والله قسم به الله لا نولی هذا العمل احدا، یعنی که راهبر قرار نمیدیم بر این عمل کسی را که سأله، اون کس درخواست کرده باشد راهبری این مسئله را، یعنی هر کسی که درخواست راهبریتی میکند گفت ما راهبرش قرار نمیدیم. هر کسی که مسئولیتی خودش میخواهد ما مسئولش نمیگردانیم. او احدا حرص علیه، یا هر کسی که حرص علیه یعنی که حریص باشد، مشتاق باشد، سعی و کوشش کند برای به وظیفه رسیدن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما اینها را وظیفه نمیتیم. کسی که درخواستی وظیفه بکند یا کسی که سعی و کوشش کند و طلبگاری وظیفه باشد، گفت ما اینها در وظیفه نمیدیم. حدیث متفقون علیه است. با همین این باب به آخر رسید و کتاب الادبی، کتاب ادب شروع می شود ان شاء الله، اینش درسی آینده. اما در اینجا یک مسئله را میخوام کوتاه تقدیم کنم و به همین مسئله را به پایان برسانیم. و مسئله طلب کردن وظیفه حضرت یوسف از راهبرش، از بگیم پادشاه همون زمان که وظیفهش بتیان. پس ما در اینجا خواندیم که طلب کردن وظیفه جایز نیست. پس حضرت یوسف، یا که کسی دلیل بیارد که حضرت یوسف وظیفه را طلب کرد، پس در این مسئله ما دو جواب داریم. دو جواب. جواب اول منهمین است که حضرت یوسف شریعتش دیگر است، ما را شریعتمون دیگر است. فهمو؟ حضرت یوسف در شریعتش جایز بوده است که طلب کرده است، در شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست طلب کردن وظیفه. خب این یکم جواب است. اما جواب دوم میگویند که حضرت یوسف وقتی دید که در مسئله مالیوی در خزینه بسیار فسق و فجور زیاد شد، خیانت زیاد شد، از این حساب طلب کرد تا اینکه همین پیش راهی همین خیانت ها گرفته شود. امروز هم میگه هر انسانی که یک وظیفه را ببیند که در اون وظیفه خیانت زیاد است، این انسان خودش متدین باشد، این انسان خودش لایق و سزاوار همون منصب باشد، حق و حقوق همون منصب ادا کرده بتواند، در این صورت میگم میتواند که از راهبر طلب کند که همون وظیفه را قرارش بدهد. و از همین دلیل گرفته میگن که میتواند اگر که خودش سزاوار باشد، اگر که خودش پیش راهی یعنی حق و حقوق وظیفه را اجرا کرده بتواند. و الا وظیفه را طلب کردن جایز و درست نمی باشد در شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این بود این درس امروز ما. با همین درس امروز به پایان و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.